السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ای طالبان علم، آیا شما طالب و طالبه علم هستید یا فقط یک متذوق و متذوقه؟ سوال من را اگر نفهمیده باشید بیایید که برای شما شرح دهم. یکی را میگویند طالب العلم و دیگری را میگویند متذوق. طالب و طالبة العلم چنانی که باید بدانید اسم فاعل هست از کلمه طلب، یعنی طلب و جستجو کردن. پس طالب العلم یا طالبة العلم یعنی جستجو کننده علم یا طلب کننده علم، یعنی علم دین. و متذوق از کلمه ذوق هست، یعنی کسی که تنها ذوق و شوق علم را دارد، یعنی شیفته یا ҳавасманди آن است. پس فرق بین آنها چیست؟ طالب و طالبه حقیقی کسی است که جد و جهد می کند، کوشش می نماید، پیوسته با علم مشغول می شود و از یک نقشه معین شده تعلیم پیروی می کند. نزد استاد و استاذه ها در روزها و وقتهای معین درس می خواند. کتاب پس از کتاب پی تمام می کند. فهمش را در فنهای گوناگون اسلامی روز به روز عمیق‌تر می سازد. تحت نظارت استادانش تحقیق می نماید. با همدرسانش مذاکره و گفتگوی علمی دائم می کند و سال به سال از واجبات و امتحانات گذشته به درجه های بالاتر می گذرد تا آن دمی که صاحب مهارت شود. در مقابل این متذوق العلم یا چنانی که ترجمه کردم ҳавасманди علم شخصی است که محبت علم دارد، هوس طالب علم یا عالم شدن را دارد، اما در اصل او فقط با بعضی مسئله ها، 3-4 کتاب ها و شاید 3-4 شخصیت‌های علمی آشنا باشد. نه در یگان مدرسه داخله دارد، نه یگان کتاب علمی را به انتها رسانیده است، نه تقسیم اوقات درسی دارد، نه استادانی که او را به یک راه منظم درس می‌دهند، نه وقت واجبات و امتحانات. فقط کارش عموماً در شبکه‌های اینترنتی گروه‌های علمی را پیش بردن است، در گپ‌های علمی شرکت کردن است، عکس‌ها و ویدیوهای مبالغه آمیز نشر کردن است و غیره. اما این شخص طالب علم نیست، یعنی کسی نیست که علم را با راهی منظم و پای در جستجو باشد. به شاگردان علمم میگویم توجه کنید. در این زمانه بین شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام ҳавасмандони علم خیلی زیاد هست. چند کتاب علم میخرند، 3-4 درس میگذرند، 10-20 کلمه های عربی را یاد میگیرند، اما از این قدر فرصتی که دارند معلوم میشود که از آموزش علم کرده نمایش دادن آن را زیادتر میکنند. ما میبینیم ویدیوهای زوری آنها را که کتاب ها را میکشایند، میپوشانند، نوشابه ها آماده میکنند، سفر میکنند و خود را نشان میدهند و جلباب های خود را نشان میدهند، کتاب و دفترهای خود را نشان میدهند، هر خیل ولاگ مقصد میسازند با نشیدهای گوناگون و غیره. و میبینیم که اکثر آنها هزارها ابونچیان و مخلصان دارند، اما این را طلب علم گفتن نمیشود. اگر هدف شخصی خود من با دورول علمی بخارا این می بود که من هم هزارها ابونچیان جمع کنم، پس من نقشه تعلیمی آماده کرده 4-5 روز ساعتها درس آماده کرده درس نمی دادم، بلکه همون وقت را در آماده کردن ویدیوهای جالب صرف می کردم و ابونچیان زیاد را جمع می کردم. اما چون که من آگاه هستم که از هزارها ابونچیان 10 شاگرد جدی قیمت تر است، من از پسی همین کار هستم. اگر من حتی 2 شاگرد آماده کرده توانم که برای دین الله خدمت کنند، این فرد روز قیامت برای من از هزارها ابونچیان و دوستداران فایده آورتر است. الله ما را به این هدف موفق کند. امین یا رب. اصلا این گونه ویدیوها ساختن برای ҳавасманд کردن مردم به طلب علم خود کاری بدی نیست و طالب علم گاه این گونه ویدیوها و عکس‌ها را اگر آماده کند باکی ندارد. اما مشکلات در این است که مردم این گونه ویدیوها را مشاهده کرده فریب میخورند که راه طلب علم یک راه آسانک، همه وقت استتیک و زیبا، پر از خرسندی و لبخند است، تماما به مانند یک خوابی زیبا، وقتی که در اصل این گونه نیست. و از سبب همین غلط فهمی خیلی زیاد مردم به طرف علم در اول سبقت میکنند، اما پس از یک چند هفته وقتی که آنها احساس این رو میکنند که طلب علم چندان کاری آسان نیست، خود را به یگان بهانه عقیب میکشند. من چون که از 2018 درس میدهم و من این خیلی تجربه شده است. وقتی که ما در اول درس های نو گفته دعوت میدهیم، قریب 200 تا 300 نفرها
میخواهند که شامل شوند. اما وقتی که موقع به اشتراک کردن و واجبات سپاریدن میرسد، مردم آهسته آهسته خبودم کم میشوند. البته من این را درک میکنم که بعضی زنان در حقیقت خیلی زیاد مشکلات ها دارند از جهت فرزندان و کارهای خانه و بیماری ها و غیره. و ما دعاگوی هستیم که الله سبحانه و تعالی راههای آنها را گشاده کند. اما زیادی ها یا تنبل هستند یا تیز چیزهای جلبناک دنیا دقت آنها را جلب میکند، آنها را میکشاند به دیگر طرف، یا برداشت مشکلات های طلب علم را ندارند. از جمله صدها صحیفه نوشتن و ساعت ها در درس ها نشستن، بیدار خوابی ها کشیدن، واجبات را ادا کردن و احیانا گرسنگی کشیدن و به سر فشار آوردن و غیره و غیره. ما در مدرسه حتی بعضا با گپ‌های خیلی سخت اصلاح کرده می شدیم از طرف استادان. شخصا خودم هنگام درس‌های تخصصی حدیث حتی 2-3 مرتبه از سختی درس و از تلخ بودن استادم در یادم هست که به گریه آمده بودم. اما ما هیچ وقت در مقابل استاد گپ نمیگردانیدیم و این البته اولا از سبب رحمت الله سبحانه و تعالی بود، بعداً تربیه استادان و سوم از سبب خواندن کتاب‌هایی که در آنها آداب و صبر علمای سلف صالح ذکر شده بود که ما قدر علم را تا یک درجه می‌دانستیم و برای همین صبر می‌کردیم و امروز الحمدلله ثمره آن را می‌بینیم. بنابراین اگر هدف شما به دست آوردن علم دین باشد، یعنی حقیقتاً تنها از لذت علم برخوردار شدن کافی نیست. با شرکت کردن در بعضی گفتگوهای علمی، چی در حلقه های زنده باشد یا چی در گروه های اینترنتی و جمع آوری اطلاعات پراکنده قناعت نکنید و نگذارید که تأخیر یا آرزو و امیدی به اساس شما را فریب دهد و گمان کنید که شما طالب علم شدید در حالی که شما تنها سطح آن را میدانید. البته که دوستداری علم یا ҳавасманди علم بودن خود عیبی نیست. در حقیقت که ҳавасманди علم نسبت به یک شخص جاهل یا شخصی که فقط علمهای دنیاوی را می‌آموزد موقع بهتری دارد. اما خطا در این است که ҳавасманди علم گمان می‌کند که او طالب علم هست و این خودفریبی عاقبت‌های خیلی جدی دارد که خطرناکترین آنها این است که این گمان او را از طالب علم حقیقی شدن باز می‌دارد. یعنی به جای که اعتراف کند که من جاهل هستم و اگر طالب علم حقیقی شدن میخواهم باید که طریقه خود را دیگر کنم، او به همین من طالب علم هستم یعنی گفته خود را فریب میدهد. باز یک مشکلی در این است که شخصی که خود را طالب علم گمان میکند وقتی که در اصل فقط یک ҳавасманд است، فکر میکند که او میتواند در بحث‌های علمی سهم گذارد و اینکه او میتواند با نظر ناپخته و فهم ساده خود اشتراک کند و از همین سبب هست که مردم عوام ما اینقدر پریشان هستند، چون که هر یک شخصی که یک کتاب علمی را به دست میگیرد متاسفانه به زودی آماده است که نظر خود را در مسئله های دین پیش کند. خلاصه همین است که بین یک ҳавасманди علم و طالب علم حقیقی فرقی کلان هست. شاگردان محترمم، با یاد داشته باشید که هر قدم خردی که در راه علم میگذارید به نظر الله سبحانه و تعالی بزرگ هست. هر سعی شما، هر شب بیدارخوابی و هر مشکلی که پس سر میکنید با مکافاتی بهترینی پاداش داده می شود. صبر کنید و هیچگاه آرزوی خود را در طلب علم ترک نکنید. این راه آسان نیست اما ارزشمند است. الله به همه شما توفیق دهد و قدم‌های شما را استوار گرداند. اللهم آمین. پس از خود سوال کنید: آیا شما طالب علم هستید یا فقط یک ҳавасманд؟